جناب حضرت محمد مصطفی علیه السلام. و وقتی که در نزدیک دعوه شدن این کلمات را که آل ما براتون هنوز نگفتیم، حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای مردم میگفتن که التماس کنین، جستجو کنین شبهای قدر را در دهه اخیر رمضان. این پیغمبر علیه السلام هر رمضان قبل از دهه اخیر برای صحابه کرام میگفتن که یاران من دهه اخیر نزدیک است، جستجو کنین شبهای عزت را، شبی که تو عزت پیدا میکنی، شبی که تو به حضور الله ناز پیدا میکنی، شبی که الله سخن تو را به سمع قبول میشنوه، شبی که تو به نزد الله قدرت بیشتر میشه، یعنی شب لیلة القدر. شاید مردم نفهمند که شب قدر یعنی چی. شاید بسیاری ها بگوین شب قدر به خاطر است یک شب قدرش رو بگوین خدا 1 کیلو طلا برای بده، به این خاطر نه. شب قدر، شب قدر به خاطر است که تو به نزد الله قدر پیدا میکنی. عبادت کردنی در شب قدر، انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من 1000 شهر. شب قدر بهتر است، خودش نه عبادت کردنی در این شب، عبادت کردنی در این شب بهتر است از عبادت کردنی در 1000 ماه. یعنی کسی که در شبای ده اخیر عبادت میکنه و حتما یکی از شبا شب قدر است، خداوند نمیگه که عبادت کردنش به 1000 ماه برابر است، بلکه چی میگه؟ بهتر از 1000. میکنم که الله این شب را برای شما نصیب بکنه و شما دعا بکنین که برای من نصیب بکنه.